انرژیه، سوته، جیغه، دسته، فریاد بره بالا. ورود شیرهای دریایی رو به همراه مربیان گلمون ببینیم. پس دستا کوبنده. دوستان گلم با هم دیگه خواهیم دید این پیشنمایش بسیار زیبا رو در ابتدا ادای احترام مربیان گلمون و شیرهای دریایی رو ببینیم. یعنی سامی استقلال رو دستا بره بالا ببینیم استقلال داخل آب چیکار میکنه برای ما. عرشهای استقلال رو ببینیم. یه سوت جیغ بالا. استقلال میخواد گلبری کنه. اول دور مربیش میچرخه بعد نقشش رو شروع میکنه. یک سوت جیغ بلند دیگه. استقلال شما تشکر میکنه به این شکل. بله این سرمت سامی به سکو دعوت میشه. ببینیم حرکت سامی رو و حالا ببینیم حرکت سامی رو ببینیم. بسیار عالی. حالا صدای ما رو ببینید دوستان. این حرکت انجام میده به صورت تعادلی. یه حرکت بسیار زیبا ببینیم از سامی رفت داخل آب. این توپ رو ببینید. حالا صدای بسیار زیبایی بود. سامی رو ورزشکار استقلال هنرمند. ببینیم استقلال با این توپ چی میکنه. بله حرکت حفظ توپ انجام میده به روی پوزه. دستشان میبره بالا. هنرمند بسیار خوبیه استقلال ما. سامی رو ببینید. بله حرکت بالانس انجام میده. یه حرکت هماهنگ ببینیم. ببینید حرکت با سوت چیه بلند داره هر دوشون. بسیار عالی. در انتها خواهیم دید ادای احترام مربیان گلمون رو و شیرهای دریایی سامی استقلال رو تشکیل ویژه بفرمایید.